اینجا بعضی شرط و قید آورده است میگه که مثلا اسباب هیچی نمیکند، اسباب نواختن یعنی تحریک کننده نباشه میگه. تحریک کننده یعنی معنیش که شهوت انگیز نباشه. اسباب‌های موسیقی‌های سنتی را داده سنتی ها شرف خرنه بسیار بحث خصوص دارم فتاوای معاصر شما خوندگی میگم نصی که غیر محرک باشه، غیر محرک باشه. این تحریک اینه میگم برای تحریم میگه موسیقی یگام نصی که هم صحیح باشد هم صریح وجود نداره. صحیح باشد صریح نیست، صریح باشد صحیح نیست. میگه همون نصا رو باید بررسی کردگی و برای آخر وقتی که اجازت میتیه برای تجویز همون چیز بعد چند قیده ها رو ذکر میکنه که بعد انم چیزا روش که دام باید خبر نمیشه. اینو شکل البته چیزایی که عررش کی هست اینا این بچه‌ای که اینا خوری خود مناظر میخونن کو غزل‌ها موسیقی میخونن اصلا این اصولی بود اصلا خیلی سرگیر اساسا میگم خوبه. اوسان غیر باید دیگه عزیزان هستن. اونجا امام غزالی میاره، ابن حزم میاره، این سمی یوسف موسیقی خوب داره و حتی یه دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است. موسیقی میگه راحت میکنه، راحت میکنه، غذای معنوی و هم چیزی که میگه مخالف فطرت انسان باشد و کسی حرام. امام غزالی میاره، ابن حزم میاره، این سمی یوسف موسیقی خوب داره و حتی یه دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است. موسیقی میگه راحت میکنه، راحت میکنه، غذای معنوی. و هم چیزی که میگه مخالف فطرت انسان باشد و کسی حرام میتونه موافق فطرت انسان باشه. اسلام دین فطرت نمیگه، هر چیزی که موافق فطرت انسان باشه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواری را مشاهده کردم و همچنین برادران و خواهران زیاد این نوار را به من ارسال نمودند. در این نوار دیده می شود که یک چند از پیشوایان دینی و امامان ملت تاجیک یک جا نشسته اند. همه بزرگان یک جا نشسته اند و موضوع اونها می رود در بالای موسیقی که آیا مطلقاً حرام است و غیره، و همه اشان می گویند که موسیقی که 6 مقامی ملی اجدادی باباگی تاجیکی این آن است، این جایز است، میگن این حرام نیست. موسیقی ها، این غزل های و نشید هایی که با موسیقی خوانده می شود، به خصوص سمی یوسف میگد خیلی خوب است، میگد غزل های خیلی خوب دارد، میگد موسیقی، میگد موسیقی هایی که تحرک نمی دهد این حتی انسان را به یاد مرگ می اندازد، با الله نزدیک می کند. میگد نه فقط حرام نیست، نه فقط که حرام است، بلکه با وجود حرام نبودنش گوش کردن دوتار زدن این را میگد یک اعوذ بالله همچون عبادت میداند. خیلی که ایشان نوریدین در همون جا میگد که دوتار زدن را انسان را به یاد مرگ میبرد. گفته یک روایتی را از کسی نقل میکند. در اینجا بزرگان نشستند. این بزرگان در بین ملت تاجیک معروفند. از خانواده این ایشان ها که بگویم خواجه اکبر است، نوردین و محمود، اینها به ایشان معروفند، و عبدالرحیم قزاقانی و حاجی مرزا و یکی از دیگر مولوی هایی که یعنی استاد حاجی مرزا میگن اینجا نشستند. یعنی از همه بزرگان، ولی اینها معروف به دعوت هستند. یک چند 10 ساله ها، 10 سال و 20 سال است که اینها، حتی 30 سال است که اینها معروف و مشهور هستند که در مسجدهایشون، در جماعتها، در تویها دعوت میکنند مردم را. اما میبینیم که اینچنین مخالفت های شرعی هم دارند. بسیار برادران و خواهران تعجب میکنند که چرا اینها یعنی حلال میگویند یا چرا اینها اینچنین هستند. اولا ما باید پیش از این که در مسئله موسیقی که اونها عقیده دارن صحبت بکنیم، باید بدانیم که اینها صوفی هستند.
همه این ایشون ها، این عبدالرحیم قزاقانی شرقشناس، حاجی میرزای بیچاره و استاد اینا همه در مذهبی بگویم عقیدتاً ماتوریدی و طریقتاً صوفی هست. مثلا نوردین، ایشون نوردین، این قادری، یکی دیگرش مثلا محمود نقشبندی و غیره، اینا همه در طریقه صوفی هستند. بارک الله فیکم. و در نزد صوفی ها بسیار حلالی که در قرآن آمده است حرام است و بسیار حرامی که در قرآن و سنت آمده است حلال است. حرامی که در قرآن آمده است و در سنت آمده است به مانند مقبره بنا کردن در بالای قبرها، حرامی که در قرآن و سنت آمده است و شرک بیان شده است به مانند توسل گرفتن قبرها، این همه حرام ها در نزد صوفی ها جایز است. گرچنده که ما توسل جایز گفتن مثلا این چنین سخن را از دهان ایشون ها نشنیدیم، به ایشون ها این چیز را نمیبندیم، اما مقبره سازی ایشون ها را، دعوت به مقبره ساختن را میبینیم که این همه ملاهایی که نمبر کردیم مقبره ساختن را جایز میدانند، حالا که مقبره ساختن این جایز نیست. بارک الله فیکم. و دیگر مخالفت ها، این چنین حرامی که قرآن و سنت حرام کرده است که اینها حلال میشمارند، این موسیقی هست. در مسئله موسیقی اگر مختصرا بگیم اقوال سلف به دو قسم تقسیم می شود. سلف گفتند که کسی که موسیقی را حلال گوید کافر است و سلف های گفتند که موسیقی فقط حرام است گفتند، اما درباره حلال کننده اش تکفیر کردن سخن نکردند. تکفیر نکرده اند حلال کننده اش را، در این مسئله سخن نکرده، اما اجماع را نقل کردند که موسیقی همه نمودش حرام است. 4 مذهب موسیقی را حرام گفته. این مسکین ها، این ایشان ها سبحان الله وقتی که مسئله به جانب خودشون به فایده خودشون باشد ابو حنیفه میگن، اما وقتی که مسئله باز به فایده خودشون باشد ضد ابو حنیفه سخن میکنند. اگر مذهبشون ابو حنیفه باشد، ابو حنیفه رحمه الله شاگردان ابو حنیفه محمد ابن الحسن الشیبانی، یعقوب ابن ابراهیم، ابو یوسف و اینچنین زفر، یکی از شاگردان جوان ابو حنیفه که وفات کرده بودند رحمهم الله، همه اشون اتفاق میکنند که موسیقی حرام است و حتی بعض از این علما حلال گوینده موسیقی را تکفیر کردند. احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی موسیقی را حرام میگند. باز میگویند بعد از این که 4 مذهب این را حرام گفت، این صوفی ها میگند که موسیقی که این است و آن است حلال است، باکی ندارد. با 4 مذهب مخالفت میکنند و باز سلفی میگند، وهابی میگند و دیگر اهل توحید را طعنه میزنند که شما ضد 4 مذهب سخن میکنید. ای بیچاره های صوفی، خود شما ایشان ها که زورن و بهتانن خودتون را ایشان گفتید و باز مردم را به گمراهی میبرید، ضد 4 مذهب سخن کرده شدید. بله ضد 4 مذهب سخن کردن که گناه نیست، لیکن ما میگیم ضد تمام سلف امت سخن کرده شدید، ضد قرآن و ضد سنت سخن کرده شدید، ضد صحابه سخن کرده شدید. انمین است که مردم را به گمراهی میکشید. شما امروز موسیقی را اینچنین فتوا میتید، یک روز میاد مقبره را فتوا میتید، یک روز دیگر میبینید اعوذ بالله چیزی دیگری را فتوا میتید و این 20 سال و 30 سال شما در بالای منبر این همه دعوت هایی که کردید انمین بود به سوی توحید، به سوی لا اله الا الله محمد رسول الله، به رکن توحید که کفر بالطاغوت است، الولاء والبراء است، سخنی نکردید و یک سخنی از شما دیده نشد. در این 1000 ساعت امر معروفی که کردید درباره توحید، الربوبیت و الالوهیه و خاص صفت فعلی الله بودن، حکم کردن و تشریع و دیگر شرکیاتی که دیگر بالکل هست سخن نکردید، اما در بالای منبر نشستید و ضد اهل توحید، ضد علمای توحید صحبت کردید و چیزی را که خواستید حلال کردید و چیزی را که خواستید حرام کردید. از الله بترسید. مردم هم باشند شما را
بجز الله رب خود گرفتند، به شما غلو کردند، حرام الله را که شما حلال کردید مردم باور کردند و به شما پیرو شدند. از الله بترسید. مسئله موسیقی از همه جانب خواه تحریک میکند خواه تحریک نمیکند، خواه دوتار است خواه چیزی دیگر است، خواه سیتار است، خواه بارک الله فیکم دیگر از این موسیقی های نو برآمد است، خواه در درون این موسیقی ذکر کرده می شود و خواه موسیقی بنشید است، خواه سمی یوسف است یا غیر سمی یوسف، این همه حرام است. حلال را به حرام همراه کردن حرام کردن است. اگر یک آب پاک را به درونش کسی پیشاب بکند، اگر این آب کم باشد به درونش پیشاب شد، این آب پاک نجس می شود. اینچنین اگر به یک ذکری اسلامی مثلا لا اله الا الله، این ذکر است، این بهترین عبادت است، اما موسیقی انداخته شود و به موسیقی آمیخته شده، موسیقی که همراه لا اله الا الله گفته شد، این حرام است. گوش کردن این حرام است. سمی یوسف و دیگر این همه موسیقی هایی که امروز در درونش نشیدهای اسلامی گویا کلمه های اسلامی است، این همه حرام است و این ملاهای جمع شده نامعقول کرده اند، زیرا که مخالف قرآن و سنت و منهج صحابه رضی الله عنهم سخن کردند. بله دو سه نفر از این علما را ذکر میکنند، میگد ابن حزم است و آن است و این است. به ابن حزم تمام علمای اهل سنت و الجماعت رد زده اند. هر کسی که مخالفی صحابگان فهم صحابگان میاد او مقبول نیست سخنش. الله سبحانه و تعالی در سوره لقمان آیت 6 میگوید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. آنانی که لهو الحدیث سخنهای بیهوده را یعنی خواهشمندند و میخرند تا که با همین واسطه از راه الله مردم را گمراه کنند به علمانه. انمین آیت را علمای اهل سنت و الجماعت از صحابه تا امروز میگن که دلالت به حرام بودن چی میکند؟ موسیقی میکند. بله کلمه موسیقی نآمده است، به جاهل ها کلمه موسیقی لازم است، لیکن وقتی که صحابه گفتن که این آیت دلالت به حرام بودن موسیقی میکند، ما وظیفه داریم که باید قبول بکنیم. چرا که ما چی گفتیم؟ قرآن و سنت را به فهم صحابه باید فهمیم. قرآن و سنت را به فهم ایشان نه به فهم صحابه. چرا که ایشان به خواست خودش همیشه به کدام طرف خود میبرد. همین ایشان ها به خواست خودشان گفتند که همین رافضه ها برادر ما اند، گرچه که قرآن و سنت این را حرام میکنند، برای اینکه برای اینها منفعت داشت. برای همین الله گفت قرآن و سنت را به فهم صحابه، البته که رسول الله این سخن را گفتند. تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بسنة من چنگ زنید و بسنة صحابگان من چنگ بزنید. حبر الامه ابن عباس رضی الله عنهما میگن که هو الغناء، همین لهو الحدیث چی است گفتند؟ این غنا، این موسیقی است گفتند. و مجاهد رحمه الله گفتند تابعین که اللهو الطبل، لهو این طبل است، همین چل درمه که زده می شود همون است، تبلک است. در تفسیر تبری این سخن ذکر شده است. کبار تابعین حسن بصری رحمه الله میگد که نزلت هذه الآیه فی الغناء والمزامیر. تفسیر ابن کثیر به این سخن حسن بصری ذکر شده است. این آیت نازل شد در باب غنا و مزامیر، مزامیر شیطان یعنی موسیقی. بارک الله فیکم. آدمی که خرد دارد، آدمی که ترس از الله دارد، همینش بس است، همینش بس است. سخن صحابه، تابعین، علمای اهل سنت و الجماعت در این مسئله سخنها زیاد است. مثلا جابر ابن عبدالله، عکرمه، سعید ابن جبیر، مکحول، میمون ابن مهران، عمرو ابن شعیب، علی ابن بدیمه و غیر از این از علمای زیاد این امت از صحابه و تابعین کبار زیاد است که همهشون میگن که این آیت دلالت به حرام بودن موسیقی و غنا میکند. و ابن القیم الجوزی هم در کتاب اغاثة اللهوان ذکر کردند. و سخن عبدالله ابن مسعود را ذکر میکنند ابن القیم الجوزی که
و من الناس من یشتری لهو الحدیث، و از مردم کسانی هستند که خواهشمند لهو الحدیث هستند. لهو الحدیث را ابن عباس شرح میدن، میگن که الذی لا اله غیره هو الغناء، آنی که نیست معبود بجز او. یعنی قسم به الله خورده شدند. عبدالله ابن مسعود که قسم به الله که این آیت به غنا، به موسیقی دلالت میکند، به حرام بودن غنا دلالت میکند. و عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود 3 بار تکرار کردند، 3 بار به الله قسم خوردند و 3 بار گفتند که این آیت سوره لقمان به حرام بودن موسیقی به تمام نمودش دلالت میکند. و از عبدالله ابن عمر هم روایت صحیح است که همین آیت رو میگن که دلالت به حرام بودن موسیقی میکند. و حاکم در مستدرکش در زیر این آیت سوره لقمان آیت 6 و من الناس من یشتری لهو الحدیث صحابگان زیاد را ذکر میکند که همه اشان میگفتند که این آیت دلالت کننده آشکار و واضح به حرام بودن موسیقی است. پس امروز وظیفه ما مسلمان ها چی است؟ وظیفه یک طالب علم چی است؟ آیا سخن این ایشان ها را بگیرم یا سخن صحابه را بگیرم؟ سوال به شما است ای مردم مسلمان که ما و شما سخن صحابه را باید بگیریم یا سخن ایشان ها را بگیریم؟ ایشان هایی که سخن حق را نمیگوید، ایشان هایی که کفر به طاغوت را به زبانش یگان مراتب آورده است، سخن کی را بگیریم؟ البته که سخن صحابگان را باید بگیریم. اگر ما سخن این ایشان ها را بگیریم پس گویا صحابگان خطا کردند، یا صحابگان مثل این ایشان ها علم نداشتند، تقسیم کردن نمیتونستند. صحابگان اصلا تقسیم نکردند که دو تار و این و آن. اسلام موسیقی را بالکل حرام کرد. از کجا در اسلام آمده است که هر موسیقی که از بابای اجدادتان باشد این جایز است؟ یا از کجا آمده است که موسیقی تاجیکی که فلان 2 تار دارد و 3 تار دارد حرام است یا حلال است؟ حلال بودن این از کجا آمده است؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم یا صحابگان یا یگان نفر از علمای که کبار تابعین باشد، از تابعین باشد، از قرون مفضله گفته است که تاجیک ها، فارس هایی که 2 تار دارند، 6 مقامی که دارند حلال است؟ نه، اینا علما ساختند. این دروغ است و این سخن صوفی است. سبحان الله. پس آیت دیگر است سوره اسراء آیت 64 است که الله سبحانه و تعالی میگه فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعظهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. انا من آیات رو هم دلالت به حرام بودنی چی میکنند؟ موسیقی میکنند. در تفسیر جلالین که این صوفی ها بینواد احترام میکنند و دوست دارد آمده است که واستفزز بصوتک، یعنی دعوت کن به موسیقی، به این آلت های موسیقی، مزامیر، به سوی گناه دعوت کن به واسطه های موسیقی گفته است. واستفزز انمین دعوت کردن بنده های الله به سوی گناه به واسطه موسیقی است. و این سخن را ابن کثیر و طبری و مجاهد و قرطبی هم در تفسیرشون ذکر کردند. قرطبی میگن که فی الآیه ما يدل على تحریم المزامیر والغناء واللهو. در این آیه دلالت میکند، این آیه دلالت در این آیه آمده است برای حرام بودن آلت‌های موسیقی، خودی موسیقی و چیزهای بیهوده. و البته موسیقی را گفتند که این صوت شیطان است. در سوره فرقان آیه 72 آمده است که علما میگن والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. مؤمنان همون کسانی هستند که شهادت به دروغ نمیدهند، شهادت الزور، و زمانی که به لغو میگذرند کراما میگذرند. یعنی همون لغو را یعنی زمانی که از نزد موسیقی میگذرند، موسیقی را گوش نکرده به اون اهمیت نداده میگذرند. ابن کثیر در تفسیر این آیت میگن که از محمد ابن الحنفیه محمد ابن علی رضی الله عنه آمده است که الزور هنا الغناء
معنای شهادت الزور میگه در اینجا موسیقی آمده است. یعنی مؤمنین و مؤمنهای واقعی کسانی هستند که موسیقی را گوش نمیدهند. چی برسد موسیقی را حلال دانستن؟ اعوذ بالله، موسیقی را نباید گوش بدهید. اما این ایشان ها فتوا داده است که موسیقی حلال است. و در نزد قرطبی، در تفسیر قرطبی، تفسیر طبری از مجاهد کبار تابعین آمده است که میگه والذین لا یشهدون الزور، آنهایی که به زور شهادت نمیدهند این است که لا یسمعون الغنا، موسیقی را گوش نمیدهند. در تفسیر طبری این چنین آمده است که ابو جعفر میگه که و اصل الزور تحسین الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخلى الى ما يسمعه او يراه انه خلا ما في به، والشرك قد يدخل في ذلك لانه محسن لاهله حتى قد ظنوا انه حق وباطل، ويدخل فيه الغنى لانه ايضا مما يستنوز ترجيع الصوت حتى يستحلي سماعه. تفسیر الطبری هم این سخن رو ذکر میکنه. یعنی در اینجا آمده است به این زور، اونهایی که به زور شهادت نمیدهند هم شرک است، هم غنا است و همه محرمات الله کرده است. پس امام طبری در تفسیرش ذکر میکند که و اذا مروا باللغو مروا کراما، معناش این است که میگه که و اذا مروا بالباطل، زمانی که از نزد باطل میگذرند یا باطل را میشنوند یا موسیقی را میشنوند، این به این اهمیت نمیدهند و گوش نمیکنند. و ذلك کالغنا، این به مانند شنیدن موسیقی است میگن. یعنی زمانی که از نزد موسیقی گذشتند موسیقی را گوش نمیکنند. اما این نشان ها را ببینید. حاج اکبر میگه که سمی یوسف شعرش خوب است، یعنی غزلای خوب گوش میکند. این نشان ها سمی یوسف را گوش میکند. اینها دوتار نوازی را گوش میکند. انمین است عاقبت صوفیگی. انمین است عاقبت صوفیگی که 20 سال و 30 سال دعوت میکند، عاقبت دعوتش گوش کردن موسیقی است. 20 سال و 30 سال و 100 سال دعوت میکند، عاقبت دعوتش فقط احترام گذاشتن به صوفی است، احترام کردن طعام او هست، احترام کردن و یعنی بگیم حرمت او هست، تبرک گرفتن او هست. در کجا است دین الله؟ در کجا است کفر بالطاغوت، الولاء والبراء؟ در کجا است ترک شرک و غیر این؟ امام بخاری معلقا ذکر میکنند رحمه الله که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که لیکونن من امتی اقوام، در امت من قوم‌های هست و می آیند. لیکونن یعنی معناش این است که حتما در آینده در امت من قوم‌های می آیند که یستحلون الحر والحریر، چیزی حرام بوده رو حرار قرار میدهند، چیزی حرام بوده رو حلال قرار میدهند. یستحلون معناش همین کلمه بنات دقت کنید. یستحلون یعنی چیزی حرام رو حلال کردن رو یستحل میگه، یعنی حلال شماریدن. حلال می شمارند حرام بوده ها رو، الحر والحریر زنا رو، حریر ابریشم رو، والخمر شراب رو، والمعازف و آلات های موسیقی رو. سبحان الله، چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم حال این چنین ایشان ها رو بیان کردند و گفتند که حتما در امت من یک قوم های در آخر الزمان است. بعضی از علما میگند می آید که چیزهای حرام رو حلال می شمارد و در بعضی حدیث آمده است که یسمون بغیر اسمها، نام این چیز حرام را عوض میکنند و حرام نامش اگر شراب باشد این نامش دیگر میکنند، نام موسیقی را دیگر میکنند یا بعضی از دیگر چیزها را میگذارند، میگند این دل آرام میکند، این است و آن است، دوتار باشد یکتار باشد. نام زنا را دیگر میکنند و بعد از این حلال میکنند. سبحان الله. و الله سبحانه و تعالی انامین چنین انسانها را مسخ میکند در آخر زمان، مسخ میکند. و البته این حدیث را طبرانی و بیهقی و البانی روایت شده را صحیح میدانند، یعنی محدثین این حدیث را صحیح میدانند. علمای کبار حدیث، اکابر علم حدیث به مانند یکی از اونها ابن حبان، اسماعیلی، ابن صلاح، ابن حجر الاسقلانی، شیخ الاسلام ابن تیمیه، طحاوی، حنفی، ابن القیم، صنعانی و غیر از اینها بسیار دیگر از علما این حدیث را صحیح میدانند و کافی است که امام بخاری تعلقا ذکر کردند. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران بزرگوار، موسیقی همه اش حرام است. موسیقی همه اش حرام است.
به دلالت های قرآن و سنت، به دلالت قرآن و سنت. و هیچ وقت ما نباید به این علمایی که حرام را حلال میگوید پیرو بشویم. اینها بسیار چیزهای حرام را با حلال میگوید. اینها هست که مشرکین را برادر خونده و شیعه را برادر میگوید تا به امروز شیعه را مشرک نگفته است. پس اگر پیروی از اینها بکنیم و ایشان پرست شویم، دانیم که به شرک واقع شدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم من کردند. خیلی که الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. علمای خود، پیشوایان خود را به خودشان رب گرفتند. علما یک چیزی حرام کرده الله را وقتی که حلال گفتند یا حلال الله را حرام گفتند، دیده و دانسته مردم پیروی کند، پس همین عالم را به خودش حلال گرفته است. اما تبلک زدن، ما در این مسئله جواب دادیم که تبلک زدن در سه حالت: وقتی که یک انسانی که در سفر بود از سفر گردد، یا در روز عید یا در روز ولیمه جایز است. تبلک زدن فقط به زنها جایز است، اما به مردها زدنش جایز نیست. یگان مراتبه صحابگان در گرد و اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم تبلک نزده، چلدرمه نزده و گوش نکرده اند. بلکه اگر زنها در این سه حالت زند و مردها به گوششان بیاید، باکی ندارد و در این مسئله سخنها وجود است. حدیث سه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صوتانی ملعونان، صوت مزمار عند نعمه و صوت ویل عند مصیبه. دو آواز ملعون است، لعنت کرده شده است: صوت موسیقی در حالت شرایط خوب بودن و نعمت، و آواز گریه و ناله بد در حالت مصیبت. بله، حدیث صحیح است، اسنادش حسن است. بارك الله فيكم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لیکونن فی هذه الامه خسف و قذف و مسخ، ذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا بالمعازف. حدیث صحیح است با مجموع طرقش. حتما گفتن در این امت خسف می شود و قذف می شود و مسخ می شود. یعنی زمین بعضی از این امت رو به درونش دم در می کشد، به زمین می درویند، یعنی زمین می کشد، و بعضیشون رو الله تبدیل می کند به خوک و به قردتون الخنازیر، یعنی به میمون. و اینها کی هستند؟ اینها همون امت‌ها هستند که یعنی شراب می نوشند، شراب را حلال می گویند و بعد از این اعوذ بالله به زنا و غیره مشغولند، و بعد از این ضربوا بالمعازف، موسیقی نوازند. و در حدیث دیگر آمده است که با مجموع طرقش این حدیث حسن است: ان الله حرم علی امه الخمر والمیسر والمزر گفتند. یعنی در اینجا هم حرام شده است موسیقی. و این چنین حدیث ها زیاد است، لیکن ما وقتی که به شما حدیث صحیح رو بیان کردیم که چیزی حرام رو حلال میکنند و یکی از این چیزی حرام معازف است، این معروف است و اقوال اهل علم هم در این مسئله معروف است، خیلی که بیان کردیم. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه میگویند که الغنا مبدأه من الشیطان و عاقبته سخط الرحمن عذاب الالباب. سرشوی موسیقی از شیطان است و عاقبتش این سخط الله است، نارضایی الله است. سبحان الله. برای حرام بودن موسیقی اجماع را نقل میکنند، علما اجماع را نقل میکنند. برای حرام بودن معازف موسیقی علما اجماع را نقل میکنند. و کسی که اجماع را نقل میکند از اونها امام طبری، ابن صلاح، ابن رجب حنبلی، قرطبی، ابو العباس القرطبی میگد که الغنا ممنوع بالکتاب و السنه. غنا یعنی موسیقی ممنوع است به کتاب و سنت، به دلالت قرآن و سنت. در جای دیگر میگد که اما المزامیر والاوتار والكوبه طبل فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيه ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون وما كان كذلك لم يشك في تحريم ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. سبحان الله. چقدر سخنی زیبایی را گفته است. میگوید که اما میگد مزامیر
یعنی موسیقی اوتار این دو تارهایی است که اوتار یعنی تارهایی که آدم از اون مثل دو تار آواز میبرد، گیتار است، دو تار است یا چیز است، کوبه، تبل، چلدرمه که امروز میگیم، هیچ کسی خلاف نکرده است به حرام بودن این. میگه به شنیدن این، به نواختن و بازی کردنش و به شنیدنش حرام بودنش هیچ کسی اختلاف نکرده است. یعنی هم اینا نواختنش و بازی کردنش و هم شنیدنش حرام کرده است، حرام است. و یگان نفر از علمای سلفی که قولشون اعتبار دارد همین چیز رو حلال نگفته و با اجماع سلف این امت این چیز رو حرام کرده است. میگه و چگونه حرام نمی شود؟ در حالتی که میگه این موسیقی، این دوتار و این غیره، این همه میگه از شعار اهل فسوق است و خمور است. این شعار شراب نوشان است. این موسیقی شعار فاسقان است. این موسیقی هست که شهوت را در درون انسان تحریک میدهد، فساد و جنون را میآورد. سبحان الله. دوتار را هم ذکر کرده. هر چیزی که میگه از جمله این است، هیچ شکی نیست که حرام است. پس نظر کنید به کتاب الزواجر عن افتراق الكبائر لابن حجر الهيثمي. ابن صلاح میگه که الاجماع على تحریمه ولم يثبت عن احد ممن يعتد قوله في الاجماع والاختلاف انه اباح الغناء. اجماع شده است برای حرام بودن غنا و موسیقی به همه نمودش و از هیچ نفری که سخنش اعتبار دارد از اهل علم در این مسئله اختلاف وجود ندارد. همه میگویند که موسیقی حرام است. قاسم ابن محمد رحمه الله میگه که الغنا باطل باطل والغنا باطل في النار. غنا موسیقی حرام است، باطل است و این باطل در نار است. حسن بصری رحمه الله میگه این کان فی الولیمه لهو ای غنا واللعب فلا دعوه لهم. الجمع للقیروانی ذکر است. اگر میگه در ولیمه موسیقی باشد، غنا باشد، سبحان الله، استجابت کرده نباید شود، نباید به این جاها اشتراک کرده شد. نحاس رحمه الله میگه که هو ممنوع بالکتاب و سنه. غنا ممنوع است، من کرده شده است با کتاب و سنت. امام طبری میگه که قد اجمع علماء الامصار على کراهیت الغنا. کراهیت یعنی کراهیت تحریمی. تمام علمای امصار، تمام علمای امت اسلام برای حرام بودن غنا چی کرده است؟ همشون اجماع کردند. امام اوزاعی میگه که رحمه الله لا تدخل ولیمه فيها طبل و معازف. ولیمه که در وی طبل است، موسیقی است، به وجه در آمدن جایز نیست. ابن القیم الجوزی رحمه الله در بیان مذهب امام ابو حنیفه ذکر میکند و میگه که وقد صرح اصحابه بتحریم سماع الملاهی كلها كالمزمار والدف حتى ضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة. سبحان الله. شاگردان ابو حنیفه، صاحبان ابو حنیفه آشکار و واضح این موسیقی را، همه نمودش را، حتی زدن چلدرمه را حرام گفتند و آشکار بیان کردند که هر کسی که موسیقی را جایز میداند یا که بگیم هر کسی که موسیقی را میزند یا گوش میکند او فاسق است و شهادت این چنین انسان قبول نیست. و از این هم بالغتر گفتند که ان السماع فسق والتلذذ به كفر ورد في ذلك، یعنی ورد في ذلك حدیث میگن لا يصح رفعه. این ابن القیم جوزی میگه، یعنی یک حدیث، یک روایت اومده است از اینها که گفتن که یک روایت از پیامبر هم میارن که یعنی صحیح نیست، ضعیف است، لیکن از علما این سخن اومده است، بخصوص از شاگردان ابو حنیفه اومده است که گوش کردن موسیقی این فسق است و لذت بردنش این کفر است. گفتن نظر کنید به کتاب اغاثة اللهفان ابن القیم. امام ابو حنیفه رحمه الله خودشان گفتند که موسیقی حرام است. الغنا من اکبر الذنوب التي يجب تركها فورا. گفتند غنا، این موسیقی از بزرگترین گناه است، از گناه کبیره است که برای مسلمان فورا ضرور است، واجب است که ترک بکند. اسفراینی در کتاب غذاء الالباب تعلیقا از مذهب امام ابو حنیفه ذکر میکند، میگه که و اما ابو حنیفه فانه يكره غنا ويجعله من الذنوب وكذلك مذهب اهل كوفه سفيان وحماد وابراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا بين اهل البصره في المنع منه. یعنی ابو حنیفه رحمه الله گوش کردن غنا را از گناه و معصیت و از کراهیت حرام تحریمی میداند و این چنین اهل کوفه نیز، سفیان، حماد، ابراهیم و شعبی و همه میگفتند که موسیقی حرام است.
اهل کوفه و اهل بصره در بینشان اختلافی نیست که این حرام است. ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله زمانی که پرسیده شد که آیا شنیدن مزمار جایز است، آیا در خانه که مزمار است یعنی داخل شدن به اون جایز است، گفتند که حرام است و به اونها یعنی به یک خانه که موسیقی است به اجازه این خانه در آمده همین را منهی یعنی نهی کنید، موسیقی را نهی کنید. و امام مالک رحمه الله غنا را حرام گفتند، شنیدن غنا را حرام گفتند رحمه الله. می زمانی که پرسیده شدند که حکم غنا چیست، حکم زدن یعنی این معازف چیست، گفتند که این حرام است، این حرام است. و شنونده اش و همین نوازنده اش گفتند اینها احمق ترین انسان ها است. بارک الله فیکم. نظر کنید به تفسیر طبری که تفسیر طبری در این مسئله ذکر کرده است. یعنی سخن امام مالک را امام طبری در تفسیرشان ذکر کردند. پس برادران عزیز، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و دیگر از علما همه حرام کرده اند و این حرام است. اما امروز می بینیم که این دو سه ایشان ها این چیز را حلال می دانند و مردم ملت مسلمان بیچاره را به شهوت و به فتنه باز دعوت می کنند. پس از اینها برحذر باشید و به سوی کتاب الله بازگردید و کتاب الله و سنت رسول الله را به فهم سلف این امت صحابگان تابعین بفهمید، نه به فهم گمراهان و باطلان. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.